السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز و گرامی، سر مسئله که شما سوال کردین در خصوصی یعنی بعضی زنهای هستند که به یگان وجه شرعی، به یگان ضرب و لد، به یگان مشقت و مشکلی از شوهراشون طلاق طلب میکنن. این خیلی زنها در عرف بسیار دیده میشود. یا میبینه کدام دوگانه که شوهرش پلدار است، یا که میبینه کدام دوگانهش مثلا زندگیش، سطح زندگیش بسیار خوب است، بلند است، شوهرش فقیر است. این هم همون خیل شوهر حوض کرده، همون خیل خانه را حوض کرده، به یگان مشکلات و سختی طلبی طلاق میکند. با اونم نظر نمی کند که شوهرش مثال آدمی نمازخوان است، آدمی زیناکار نیست، عرقخور نیست، یا اینکه راهزن و رهشب نیست. به ایناش هم نظر نمی کند. اگرچه مثلا یک شخصی قد کوچه، یک پسر قد کوچه، اگرچه تمام گناه و بدکاری و بدبختی را داشته باشد، در نظرش نمیتابه. همون تنها 4 تنگه پولی که داشته باشه، همون پولش برای بعضن زنها عزیز است. از این خاطر سر این مسئله مهمه که شما مطرح کردین برادر عزیز، بسیار مسئله مهم است و همچنین توجه آمیز است که باید این که سر این مسئله بسیار خواهرای ما متوجه شوند. عموما به حیات مستقل وقتی که سرفراز شدن، خداوند خانه حلال براشون نصیب گردانید، باید اینکه خشنود شوند، خرسن شوند. شوهر باید اینکه در پول و مالش نظر نکنند، در اخلاق و رفتار و کردار اون نظر کنند. یک وقت عمره رفته بودیم، وقتی در اطراف خانه دور می زدم، در اطراف خانه طواف می کردم، همین به پشت حتیم آمدم، دستم در بالای همین دیواری حتیم مانم، دعا کردن در شروع می کردم. از همین برنده یک زن بود، همچنان گریه کرده دعا میکرد، همچنان گریه کرده دعا میکرد. زن عرب زن بود که همینقدر دعا میکرد، با گریه دعا میکرد که اللهم ارزقنی اطفالا من الحلال، پروردگار برای من فرزنده و طفلکای از دامن حلال نصیب گردان، برای من مسکن و منزل حلال نصیب گردان، برای من خانه حلال و پاک نصیب گردان. گفته همچنان به دیگر طرز و دیگر چیکدی همینقدر دعا کرده، گریه میکرد. بعضن آدمو، بعضن خواهرای ما آرزو دارن که خانه حلال و دامن حلال داشته باشیم، اما بعضن خواهرای ما دامن حلال دارن، اما بعضن خواهرای ما خانه خوب دارن، اگرچه سطح زندگیشان قدر بلند نیست، لیکن به این حلالی و پاکی و خوبی و نیکی شوهر نظر نمیکنن. اکنون سری مسئله ای که زن به یگان وجه شرعی، به یگان مشکلات، به یگان مشقت از شوهرش مقصد طلاق طلب میکنه که جوابی مرا بده، مقصد من قطعی تو زندگی نمیکنم، دیگر برای من تو در کار نیستی. گفته دیگر همه خیلی لفظا را بسیار که میگه یا میپرسه یا طلبی طلاق میکنه. اینها چی حکم دارند؟ جناب پیغمبرمان علیه السلام فرمودند که ابغض الحلال الی الله الطلاق، مبغوض ترین یعنی بددیده ترین حلال نزد پروردگار طلاق است. یعنی عموما طلاق خودش یک امر مباح است، امر حلال است. وقتی کدام ضرورت شید، یگان مثلا مشکلات شرعی داره بچه، یا اینکه بچه مثلا بسیار زن در حالت تنگی و سختی قرار میته، میزنه، ضرب لتش میکنه، عذابش میته، در این حالت ها باک نداره پرسیدنش، مثلا جدا کردن میشه و حلال است. لیکن مثلا به هر صورت، به هر تقدیر، این طلاق خودش یک مبغوض ترین غضب خداوند در حالت طلاق می آمده است. وقتی که یک بنده مؤمن حلاله خود طلاق میکرده است، خداوند سریع غضب میکرده است. ببینید که اکن امروز خواهرای ما چیکار میکنن؟ خواهرای ما همین را طلب میکنن که خدا با ما غضب کنه، خداوند به من غضب کنه. شب و روز طلب میکنن، به شوهرش جنگ میکنن که ای شوهر خدا به ما غضب کنه، تو یک کار کن که خدا به ما غضب کنه، خدا غضبش بالای ما بیا، خداوند رحمتش از ما دور بگیره. نمیدونه که این همین خیلی چیز طلب داره. وقتی که طلاق طلب میکنه، او همون معنا را داره که پیغمبر من علیه السلام ایره مبغوض ترین
چیز گفتن؟ یعنی غضب خدا را شما طلب میکنین. از بس که همین طلاق نزد شیطان محبوب ترین چیز است. طلاق زن، طلاق حلاله، از همه چیزی دوست داشته ترین در نزد شیطان طلاق واقع شدن است، طلاق صادر کردن است. وقتی که یک مرد زنی حلاله خودش طلاق میکنه، بسیار شیطان در خرسند میشید است. حتی در دیگر روایت هم آمد است که حضرت جابر رضی الله عنه روایت میکند هر روز شیطان عرش تخت پادشاهیش بالای یک آب، یک بحر کلان میماند. بعدا تمامی فرزنداش جهت فتنه انگیزی و وسوسه کردن فرزندای آدم راهی میکنه. میگه از همه فرزندی با قدر و با منزلتش نزدیکترینش به شیطان همون فرزندش هست که وسوسش چقدر قریب باشد و بین دو مسلمان جداگی آورده باشد، بین دو مسلمان طلاق واقع کرده باشد که دو مسلمان خانهش حرام کرد، دو مسلمان به یکدیگر حرام گردانید و غضب خداوند بالای این دو مسلمان آورد. یعنی در اینجا عادتا اکثرا خواهرها سبب میشوند که سبب این گویم حلالی از بین رفتن و این حرامی قرار گرفتن و غضب خداوند بالاش آمدن. ایده بسیار زنها یعنی سبب میشن. البته در عرفیت هست جوان مردا و پسر بچه های هستن که بسیار ناحق نامرد هستن، مثال زنهای خوبی پاک دامن و مثال به اخلاق و به تمیز به هیچ جایی چی طلاق میکنن. این خیلی نوجوان مردا هم هست، این خیلی هم هست. لیکن مثلا سر این موضوع ما صحبت کرده گذشته بودیم که دادرای ما مثال زنها را به خاطر پول و مال و به خاطر چیز نگاه نکنن، به خاطر اخلاق زیبای او، به خاطر خدمت او نسبت خودش، به خاطر رفتار و کردار و زبان شیرین و معامله خوبش نسبت شوهرش و از همه چیز خوبش پاک دامنیش اینا نظر کنن. بسیار بچه های هستن که زن میگیرن یک ماه پس برآمده بررسی هم میرون، بعد از همونجا طلاق زن شونا میتن. این خیلی ناکسا هم بسیار است. از این خاطر یعنی که طلاق که از همه چیزی دوست داشته ترین است نزد شیطان، همین چیزی که شیطان برای او خرسند میشوه و ریزا میشوه و شیطان او را بسیار دوست میدارد، این چیز نزد پروردگار بسیار مبغوض است، بسیار یک چیزی بد است. غضب خداوند در این پیدا میشده است. حضرت ثوبان رضی الله عنه روایت کردند که جناب پیغمبرمان علیه السلام فرمودند ایما امرأة سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنه. جناب پیغمبرمان علیه السلام فرمودند خواهرای ما بسیار متوجه باشند، وقتی که خودشان امت جناب پیغمبر بدانند و امید شفاعت از جناب پیغمبر علیه السلام داشته باشند، خوب متوجه شوند که جناب پیغمبر علیه السلام فرمودند کدام زنی که طلاق میپرسه به یگان مشکلات و به یگان مشکلات شرعی، به یگان ضرب و لط و به هیچ هیچی، یعنی به عرف تاجیکی گوییم به هیچ هیچی از شوهرش طلاق طلب میکند، جناب پیغمبر ما گفتن بر این خیل زنی که از شوهرش طلاق طلب میکند بوی جنت برای این حرام است، که بوی جنت از چند صد هزار ساله راه در مشام جنتی میرسه. وقتی که به سوی جنت متوجه میشوند جنتی ها، از والله اعلم 50,000 ساله راه باشد، والله اعلم یا 500,000 ساله راه، بوی جنت به مشام جنتی میرسد. لیکن زنی که از شوهرش طلاق طلب میکند، برای این خیل زن بوی جنت در مشامش نمیرسه. خداوند از جنت، از بوی جنت این خیل زن محروم میگردانید است. در دیگر جا جناب پیغمبر علیه السلام فرمودند که ایما امرأة اختلعت من زوجها بغیر نشوز فعلیها لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. کدام زنی که طلب جداگی و طلب تفریق و طلب مقصد زندگی نکردن از شوهرش طلب میکنه، به این که شوهرش یگان ضرب و لطش نکرده است، شوهرش ایره نمیخواه، مثلا شوهرش میخواه که زندگی کنه،
لیکن از شوهرش طلب میکنه که نه جدا میشیم، ما دیگر قطیت زندگی نمیکنم، ما بیزار میرنگی تو، یا که دیگر امروز اصطلاحات زنکو بسیار است. همین خیلی که از شوهرش جداگی را طلب داشته باشه و طلب کنه، حتی نومی طلاق هم نگیره و بگه ما جدا میشیم، مرا مقصد برای خودم کن، تو برای خودت، من از تو جدا میشم، دیگر قطیت زندگی نمیکنم، حتی نامی طلاق هم نگیرد. معنای همون طلاق که هست، جناب پیغمبرمان علیه السلام فرمودند که فعلیها لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، بر این خیل زنی که دعوای امتی میکند از من که با من او را روز قیامت شفاعت کنم، گفتن لعنت خداوند به این خیل زن، لعنت تمام ملائکه های خداوند بر این خیل زن و تمام مردم لعنتش بر این خیل زن که از شوهرش جداگی و طلاق طلب میکند. لعنت اینها به یک بارگی به این خیل زن گفتن. یعنی خواهرای ما خوب متوجه شوند که وقتی اونها را خداوند نصیب گردانید به حیات مستقل، به خانه آباد و به دامن حلال و به تفلکای خوب و زیبا از دامن حلال، باید شکر کنند پای مستحکمی این حیات و این زندگی شوند. و همچنین بعضا از دادرهای ما که بسیار سرکش هستند، وقتی می روند بررسی 4 تا روس دختری بگونی که اونها آینده ندارن، اونها زن نمیشوند، اونها را دیده دامنهای حلال ترک میکنن، پای حرام ها میرن. خداوند اینها را هدایت کند، توفیق رفیقشان گرداند. باید این خیل دادرای ما هم متوجه شوند و همیشه در فکر آبادی حیات مستقلشان باشند، در تربیه و یعنی پیشروی عائله و فرزنده و طفلکاشون شوند. هدانا الله تعالی و ایاکم و کل المسلمین الی سواء السبیل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.